run. تبریک میگم. تو به عنوان پرستار شیفت شبه تیمارستان استخدام شد. قبل از شروع کارت باید بدونی که با یه تیمارستان من حالا جریان رو فهمیدم. معمولی سر و کار نداری. اینجا آزمایش‌های وحشتناکی روی بیمارا انجام میدن. عجیبه. شهر عجیبیه. وظایفت ساده است. دوربین ها رو چک کن، از بیمارا مراقبت کن و از همه مهمتر این قانونا رو رعایت کن. 1. بیمار اتاق شماره 13. همیشه پشت در وای میسته و با لبخند ازت میخواد در رو براش باز کنی. اصلا این کارو نکن. پرستارای قبلی این اشتباهو کردن و دیگه زنده نیستن. 2. اگه دیدی یه ویلچر داره خودش حرکت میکنه اصلا نزدیکش نشو. اون مال بیمار سابق اینجاست که خیلی وقت مرده. 3. توی سالن شرقی یه بیمار همیشه رو به دیوار ایستاده و همیشه رو به دیوار ایستاده و زمزمه می‌کنه. اصلا بهش نگاه نکن. اگه کاری بهش نداشته باشی کاری باهات نداره. 4. اگه پرستاری با لباس خونی بهت نزدیک شد و بهت گفت امشب شیفت آخرته، بابا What's that? فقط بگو شیفت تو هم تموم شده. اون پرستار قبلی اینجا بوده که به قتل رسیده. 5. اگه از دوربین دیدی که اتاق بیمار شماره 13 خالیه I was acting. Or was I? زود به سمت سرویس کارکنان برو، در رو قفل کن و تا پایان شیفت اونجا بمون، وگرنه دیگه صبح فردا رو نمیبینی.